به عشق بزرگی که نیست پایانش، قسم به گردش تقدیر گردگردانش، قسم به آب زلالش که رایگان جاری است، قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش، قسم به باره سنگی که قصر ملت است، قسم به خط پرچمی پرافشانش، قسم به همت مردی بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش. مقدس است زمینی که مادر تاریخ به شیر نام نهاده است، تاجیکستانش. مهر وطنداری و میهن‌پرستی در دل من از آوان کودکیم بیدار گشته بود. از کودکیم آرزو میکردم که مرد نظامی و همنفس وطن باشم. شکر میگویم که قلم تقدیر در کتاب زندگیم صحیفه را با نام سرباز انشا نموده است. تا آخرین نفس برای خلق خود صادق میمانم. پاینده باد استقلال میهن، پاینده باد مرز شکست ناپذیر کشور، پاینده باد صلح، پاینده باد تاجیکستان. قشون‌های سرحدی از جمله ساختارهای اساسی قواهای مسلح دولت صاحب استقلالمان میباشد که در برابر محافظت سرحد دولتی در مسافه زیاده از 4158 کیلومتر تمامیت ارضی مملکت صاحب اختیاری دولت و امنیت ساکنان کشور را سربلندانه تامین می‌نمایند. دولت و حکومت مملکت شروع از ابتدای سالهای صاحب استقلالی تا کنون در سمت بهبود بخشیدن بخش و قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی، همزمان جهت فراهم آوردن شرایط خوب و سازگار خدمتی برای نیروهای مرزبانی مملکت تمام تدبیرهای سودمند می‌اندیشد. با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تنها تعمیر و از نوسازی و بنیاد و به استفاده دادن آتریاد و دیدبانگاه‌های نو و زمانوی به مرزبانان تاجیک خود دلیل بی‌بحث است. از ابتدای تأسیس تا کنون مرزبانان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بهره‌ور از تجربه پیشقدم دولت‌های پیشرفته و سابقه باستانی خویش به یک نیروی مقتدر قابل حفظ معتمد سرحدات مقدس دولت تاجیکستان تبدیل یافت. در پی بازبینی و نواربرداری قسم حربی 0202 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ خلاصه نمودیم که سربازان و افسران این نهاد در روند اجرا و ادای خدمت مادر وطن و حمایه خط مرزی دولتی هیچ مشکلی نداشتند و این گواه بر آن است که ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال طی 30 سال پایداری خود به یک نیروی مقتدر و توانمند باز تبدیل یافته است. از دیدبانگوی سرحدی از دیدبانگوی سرحدی
سوال داریم. سوال نباشد. حرک پروست گرد. شاموسر رو جودوزون قدم زن. رفیق سرجان عادلگوزاده به سنجش یراق آماده است. یراق به سنجش. آمادگی سطح بلند جنگی اولتر از همه و برخورداری سربازان از دانش‌های مهم سیاسی و نظامی در مد توجه افسران با تجربه قرار دارد، زیرا همه محافظان مرزبان محبوب وطن به خوبی می‌دانند که آرامی مردم و فرح و شادی دیرینه خلق شرفمند و سربلند تاجیک به زحمت و بیدارخوابی‌های چنین فرزندان با ننگ و عار و حامیان صادق و دلیر و خودآگاه بستگی دارد. من سرباز قطاری طاهرов наврӯзбек зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Данғара мебошам. Ман дар пеши худ мақсад гузошта будам ки баъд аз хатми донишгоҳ хизмати ватан модарро адо намояд. баъди хатми донишгоҳи давлатии Данғара ва ихтиёри худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам. тӯли 5 моҳ аст ки дар сафи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намуда истодам. мо бояд сарбозон ба сари баланд хизмати ватан модарро адо намуда ба назди падару модар баргардем. برابر شامل قسم حربی 0202 رئیسی قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت واقع در شهر استراوشان وارد گردیدند، با جوانان روبرو گردیدیم که آنها با وقار و با شرفانه با شجاعت و جسارت خدمت مادر وطن را پیش میبرند و یک زمره آنها خط کرده های دانشگاه و دانشکده های کشور میباشند و بیش از یک سال است که یک زمره دیگر از شهر و نواحی و تمام مقیاس کشور و این قسم حربی آمدند و خدمت نظامی را پیش میبرند. مرحمت، نام نسب شما؟ غفورزاده محمد وفا، زاده و استقامت کننده ناحیه رودکی. بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 در پیش خود مقصد گذاشتم که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. من سرباز قطاری تاجبای فنور از طرف کمیسریت حربی شهر خوجند به خواهش خود بعد از ختم مکتب به قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت قسم حربی 0202 شهر استراوشان خدمت مادر وطن خود را ادا نموده ایستاده‌ام. ما سربازان به وطن و پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنیم. من سرباز قطاری سلطانبек انیس زاده و استقامت کننده ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه اشکاشی میباشم. پس از ختم دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم. طول 5 ماه میشود که من در قسم حربی 0202 شهر استراوشان ادای خدمت نموده ایستادم. پس از ادای خدمت من نیت دارم که در این قسم حربی کار و فعالیت نمایم. در این قسم حربی بسیارتر چاره‌بندی‌های ورزشی گذرانده میشود. من با ورزش بسیار شوق رغبت زیاد دارم. در این قسم حربی هم نیز ورزش جای اول درجه را دارم. پیش از خدمت آمدم من دوستانی کم داشتم. وقتی که در خدمت آمدم در هر منطقه رفیقای زیاد پیدا کردم.
ما با پدر و مادر خود فخر میکنیم که ما را به وایه رساندند. حالا نوبت ما است که قرض شهروندی خود را ادا نماییم. حالا باشد نوبت ما است که ما خدمت خود را به جا آوریم. ما میتوانیم وطن را مردانوار و ماهرانه مدافع نماییم. تمام مردم شهروندان که در شهروندی هستند میتوانند آرامانه خواب کنند. هر یکی از این سربازان که خون وطنداری در شهرک‌هایشان می‌دمد و جوش می‌زند، آماده‌اند بر عوض جان و تن مرز مادر وطن را حفظ و حمایت می‌نمایند. من سرباز قطاری بیکمادov پرویز گلمحمدوی زاده و استقامت کننده ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه شکوشی میباشم. مدت 5 ماه است که در صف قوای مسلح جمهوری اسلامی از جمله در قشرهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستاده‌ام. در مدت این 5 ماه بسیار چیز آموختیم، یعنی که از جمله شجاعت و مردانگی، دلیری، هوشیاری را ما در خدمت آموختیم. انیقترش پیش از خدمت برای خدمت کردن در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان اونقدر شوق و ذوقی نداشتم، ولی وقتی که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده در مدت این 5 ماه من خدمت نمودم، حیثیت وطن دوستی و ملت دوستی من بلند برداشته شد و من حیثیت بلند وطنداری را در این خدمت حس میکنم و تمام دریافت کردم و اشعار من چون همیشگی برای وطن خود، برای خدمت به خلق وطن خود دائما تیارم، یعنی که یک پارچه خاک وطن خود را باشد محافظت میکنم و جان خود را برای محافظت وطن خود دریغ نخواهم داشت. در روند تمرین پگاهی روزی سربازان قسم حربی 0202 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اشتراک داشتیم. تیاری جسمانی یکی از عنصرهای اساسی آماده باشی جنگی جزء و تامهای قشون‌های سرحدی به حساب می رود. هنگام تدریس این فن سربازان آب و تاب یافته در محافظت سرحد دولتی ملکه پرطاقتی، چالاکی و پرقوتی را از بر می نمایند. نقش تیاری جسمانی در پرتب فعالیت قسم حربی 0202 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و تأثیرات آن در بلند برداشتن قابلیت جنگی خدمتیان حربی بلند ارزیابی می‌گردد. طول یک سال و 10 ماه می شود که در همین قوای مسلح خدمت نموده ایستاده‌ایم. به جوانان گفتنیم که بیان خدمت کنن. بهترین شرایط ها است در همین قسم نظامی. ما طول یک سال 10 ماه می شود از یگان چیز شکایت نداریم. خوراک، پوشاک، جای خواب، سر و لباس سر وقت تامین کرده می شود. میخونم همجا خوبتره که مانده. آدم خیلی دیگرگونی میکنه. وقتی من اومدم من داغ بودم، 46 کیلو بودم. این زمان من 67 کیلو شدم. قدمم بلند شد، خیلی آب و تاب یافتم، دیگرگونی شدم. مقصد من همینه که من از بسیار چی برخوردار شدی؟ بله بسیار چیز برخوردار شدم و شناس شدم با یارو رفیقا. وقتای استراحتی در بازی‌های ورزشی میشه و فوتبال، والیبال این مسابقه تشکیل میکنیم بین حیات شخصی در تورنیکشی، بروز و دویدن. سرباز باید همه طرفه همون بین حیات شخصی در نمونه باشد و طریق رفتار، گفتار نمی وظیفه‌های خدمت حربی را بدون همه چی را وظیفه‌هاش. من سرباز قطاری سعیدوف کامران هستم، استقامت کننده شهری وحدت، ختم کرده رشته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. پس از ختم دانشگاه در نزد خود مقصد گذاشتم که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان وارد گردیده خدمت مادر وطن را ادا نمایم.
مورد به یادآوری است که با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امروزها تمام شرایط‌های مساعد برای سربازان فراهم آورده شده است. چیزی که خود میدونیم خدمت به وطن این قرض شهروندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد. این معیار میباشد که آن را کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان پس از رسیدن به سن سال معین باید قرض شهروندی خویش را ادا نماید. در قسم حربی ما نیز شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است، از جمله آشخانه زمانه‌ای با تمام شرایط‌هایش، تالار ورزشی و اینچنین خوابگاه زمانه‌ای مورد استفاده سربازان قرار دارد. اندیشه شما قبل از خدمت چگونه بود و طول 5 ماه که در قشون‌های سرحدی همین قسم حربی خدمت میکنین امروز چگونه تغییر یافت؟ البته اندیشه های من پیش از آن که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوند در تصورات من تماما یک چیزی یعنی که مقرری به حساب میرفت و پس از آن که وارد قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شدم ادای خدمت عین حال ادای خدمت نموده ایستادم بسیار چیزها را درک کردم. یعنی که پیش از همه این مکتبی مردانگی می باشد که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید آن را یعنی که باید از این مکتب بگذرد. بله. دانشگاه ملی تاجیکستان با اختصاص حقوق شناس چند نفر ختم کرده؟ در آن کورسی که ما یعنی تحصیل میکردیم 50 نفر تحصیل میکردیم، از 50 نفر یعنی که 40 نفر رو پسران تشکیل میدادن. یعنی که پس از ختم دانشگاه ما جمع همکورسان 30 نفر یعنی که با اختیار خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل گردیم. تصمیم های آینده چی نقشه داره؟ تصمیم های آینده یعنی که پس از ادای خدمت حربی نصیب باشد کار و فعالیت خود را یعنی که دوام دادن و همیشه تا آخر نفس یعنی که در خدمت جمهوری تاجیکستان در خدمت خلق خود بودن است. در خدمت وطن مادر بودن است. اینجا صنفخانه‌های برکشای تعلیمی وجود دارد که در آن افسران پرتجربه به سربازان درس میگویند، از نازکی‌های ساحه معلومات میدهند. درس‌های نظریوی به خاطر باز هم بلند برداشتن دانش و جهانبینی سربازان و آماده باشی جنگی کسب کردن آنها بیشتراً در موضوعهای حربی و تندرستی جریان میگیرد. سال 2021 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم نمودم و خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و خواستم که ادای خدمت نمایم و یک پارچه مرز بوم وطن خود را باشه در برابر برادران خود محافظت نمایم. طی 5 ماه شد که خدمت داره. 5 ماه چگونه سپری گردید؟ حساب کنم 5 ماه به مانند گویا که ما دیروز به اینجا داخل شده امروز روز دیگه ما میباشد. این 5 ماه چگونه سپری شده که این اما وابستگی از شرط و شرایط دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. شرایط‌های معیشی معنوی سربازا در جز ما در قسم‌های حربی خوب میباشد. امروز در قسم حربی ما حالت معنوی، پسیکولوژی، حسیات وطندوستی سربازان، حیات شخصی افسران و سربازان ما خوب بوده. سربازا وظیفه‌های خدمتی جنگیشون رو سریع وقت به چین و چرا اجرا کرده ایستادند. این خانه استراحت که خیلی برهوا و آزاده می نماید جای خواب سربازان ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت است. در این بستر و بالین با شکرگزاری از فضای امن و آسایش وطن سربازان شبها را روز می نمایند. قیمت وقت و ارزش هر لحظه حیات خود را از این جا می آموزند و شکرگزار از آنند که دولت و حکومت کشور برایشان چنین شرایط فراهم آورده است. تازه و آزاده نگاه داشتن این خانه و رخت خواب عموم مسئولیت اهل سربازان بوده است. جوان سربازان خودشناس زندگی با سعادت منبعده را محض در این جا می آموزند که هر عمل کردشان در روند زندگی خوشایند به کار خواهد آمد. اینجا به سیمای ظاهری سربازان توجه بیشتر ظاهر می گردد. در برابر تازه و آزاده نگاه داشتن رخت خواب در خانه دیگر برای به ترتیب درآوردن نمای ظاهری سربازان در مثال کوتاه نمودن موی سر، رنگ و بار پایافزال، درزمال نمودن پوشاکه و دیگر عملهای به خدمت نظامی خاص اجرا می گردد. صاحب هنر هر کجا تاج سر گفتند. این تدبیر اینجا خوش به کار آمده.
در خدمت نظامی نیز به سربازان صاحب ذوق و جوانان صاحب هنر برتری ها داده می شود. از نگاه شما قواهای مسلح برای حفظ و نگهداشت صلح، ثبات، وحدت، امنیت و استقلال دولتی چی نقش محوری دارد؟ یعنی که این نقش ناتکرار و ناگزیر دارند که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای حفظ و مدافعت جمهوری تاجیکستان نقش باسزایی دارند که هر یک پارچه وطن را محافظت می نماید در برابر وطن، یعنی که مادر خود را، خواهر خود را، زن خود را، فرزند خود را، برادر خود را محافظت می نماییم. این نقش مهم و باسزا دارد که در عموم قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پایه‌گذار اساسی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و وحدت ملی می باشد. تأسیس کتابخانه ها و تالارهای خوانش در قسم های نظامی اقدام ضروری و شایسته می باشد. از چنین مخزن فرهنگی و ادبی سربازان با شوق و ذوق خاصه استفاده می نمایند و دانش و افکار خود را رونق می دهند. اینجا چون دیگر قسم های نظامی قواهای مسلح کتابخانه فعالیت می نماید که در آن تعداد زیادی ادبیات گردآوری شده است. کتاب در تربیت جوانان مقام خاصه دارد. درست است که همه بزرگان گذشته از کتاب سبق گرفته و به دیگران سبق آموختند. میگویند که کتاب سرچشمه علم و دانش خواهی کتاب خوان، چون که آن کلید دانش است. هر سرباز مهر به کتاب و مطالعه آن دارد در وقتهای ضروری آزادانه وارد کتابخانه گردیده از آثار سرآمدان سخن و ادیبان و شاعران فراوان استفاده خواهد کرد. از طرف کمیساریات حربی ناحیه 8 با دسترسی ماده 3 قسم 2 بند 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی برای مردان همچون فرزند یگانه در عائله اعتراف شدم، لیکن به این قناعت نکرده بعد ختم دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاست تاجیکستان در رشته حقوق شناسی با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خود شامل گردیدم. با این غمخوری ها و جوابگو ما وعده می‌دهیم که سینه خود را سپری دولت و ملت ساخته برای حفظ یکپارچگی مرز و بوم وطن سهم خود را می‌گذاریم. وظیفه‌دار هستیم که حفظ کنیم. مرز و بوم وطن را حفظ کردن این حفظ عائله خود میباشد. مثلا سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان این دیوار انعام خانه‌های میباشد که ما در آن استقامت میکنیم. روزی که ما تشریف آوردیم به این قسم حربی بعد سپری شدن 2 روزش به تماشای مناطق‌های استرافشان بردم با مانند قلعه خون که درباره وی تماما معلومات نداشته. در اصولخانه‌اش اون چیزهایی که در همون دوره مقصد بوده است همونها رو به نمایش گذاشتن. قسمی که دریافت نمودن از همونها دیدن نمودن. این چنین پاره استخوان‌هایی که باقی مانده بودن همونها رو گفتن که استخوان‌های از اصولخانه همونها رو دیدن نمودن. در نزد هم سوگند حربی خود که در پیش وجدان خود قسمیت کردیم چنان گفتیم تا زمانی که در همه تن جان هست و در سینه هم دل می‌تپد و در شهرک‌های هم خون می‌دمد، سینه خود را سپری دولت و ملت ساخته پای دشمن را به خاک تاجیکستان نخواهم راه داد. در حاشیه این برنامه ما به یک جنبه نظررس خدمت در صف قشون‌های سرحدی توجه خواهیم کرد. آن فعالیت کینولوژی بوده کار با سگ‌های خدمتی می باشد. در اینجا شوبچه آماده سازی سگ‌های خدمتی عمل می کند. نگاه و بین، تمرین و آماده سازی چنین جانورانی با وفای بی‌منت که شب و روز مرزبانان را در خط سرحدی دولتی تنها نمیگذارند و شریک و همسفر دائمی آنهاست وظیفه سربازان می باشد. نام این سگ خدمتی ایر است که آن را سربازان نگاه و بین دارند. سرباز قطاری ولی ولیف روز و وقت خود را اینجا به نگاه و بین سگ‌های خدمتی صرف می نماید. سگ خدمتی او ایر نیز در نوبت خود او را خوب می فهمد. من سرژان ولیف مدت 1 سال است که با این نامی لقب سگم ایران می باشد. مدت 1 سال است که خدمت میکنم و این سگ با من خوب رام شده است. هر سحر با این برآمده مشغولیت میگذارونم و هر بگاه برای سیر و گشت میبرونم. سگ من با من خوب رام شده، سفارش‌های ما را خوب اجرا میکند. ما هر روز با سگ‌هایمان موافق جدول درسیشان درس میگذاریم و هر بگاه برای سیر و گشت میبرونیم. از گذشته میان مردم اندیشه معمول است که سگ دوست وفادار انسان می باشد.
و چنین وفاداری در عمل و حرکت هر روزه سگ‌های خدمتی احساس می شود. اولتر از همه صاحب خود را بر عوض جان حفظ می نماید. یعنی در خط سرحد دولتی سگ همسفر و شریک و یاور بی‌منت مرزبانان بوده است. تشکیل مشغولیت آموزشی، آماده نمودن سگ‌های خدمتی با سربازان در فعالیت هر روزه مرزبانان این دیدبانگاه سرحدی نقش مهمی بازد، زیرا با وسیله سگ‌های خدمتی یکباره چندین عمل را میتوان اجرا کرد. مخصوصاً افرادی که خط مرز را عبور می‌نماید، سگ‌های خدمتی در حال ایزی پای او را پیخست می‌کنند. Парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы ходим служить в погранвойсках. Нас Родина на прочность проверяет. Над КПС летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знаю. А мы здесь охраняем родные рубежи. Нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. ما با همراه همرفیقان، همدوستانمون در وقت‌های خالگی میشینیم، صحبت میکنیم، سرودخوانی میکنیم. رول اساسی مقصد که در خدمت همین چیز است که رجای روزا می‌آموزیم. چهاربینی فرهنگی خیلی خوب است. زود می‌شود، گاه بگاهی، گاه سحر، گاه عبید. مقصد در وقت‌های خالگیمون. با جوانان گفتنی هم که خدمت مکتب مردانگی است. باید که هر یک جوان مکتب مردانگی را گذارد. هر یک پارچه زمین وطن را مثل گوهرک چشم باید امین نگاه داریم. سرحدبانان هر روز هر دقیقه چالاک و هوشیار در حفظ مرز و بوم وطن قرار دارند. آنها منفعت دولت خود، حیات آسایشته، آسودگی و بنیادکاری و سازندگی های خلق عزیز خود را صاف دلانه حمایت خواهند کرد.